اینقدر ذلیل و دم دستی و بیچاره نباش. وقتی که پارتنرت بهت سرد و بی‌تفاوت میشه، به جای اینکه 200 تا پیام براش بفرستی، التماسش بکنی، خودتو زیر دست و پا بندازی، تو خدا برگرد، من بیچاره میشم، بدبخت میشم، من بدون تو نمیتونم، با این کارا داری بهش ثابت میکنی که ببین برگرد، هر جوری که دلت خواست میتونی با من رفتار بکنی. چرا؟ چون من بدون تو هیچ چی نیستم. به جای اون کار میدونی چیکار کن؟ سکوت. قاطع، آروم، اصلاً و ابداً هیچ واکنش نشون نده، اصلا ناپدید شو، برو تو کار زندگی خودت، بر خود ارزش قائل بشو، آرامش خودتو به دست بیار، به خودت توجه بکن، به خودت عشق بده، چون اون لحظات واقعا به خودت احتیاج داری دیگه. نه اینجوری تبدیل میشی به یک الماس با ارزش و دست نیافتنی که حالا اون داره فکر میکنه چی شد، کجا رفت، من براش مهم نبودم، حالا اون به فکر فرو میره. یه زن با ارزش میره تا خودشو حفظ کنه، نه برای اینکه کسی برگرده. این کارو بکن تا بهت برگرده.